فعالان اسلامی پاکستان میگویند که به دنبال سازش با حکومت برای استعفای وزیر عدلیه پاکستان به اعتراض یک هفتگی خود که درگیری‌های خونین را به میان آورده بود پایان خواهند داد. طلب اساسی ما قبول شد، گفت اعجاز آصفی، سخنگوی گروه تحریک لبیک یا رسول الله روز 27 نوامبر به خبرگزاری ریترز. اعتراضها با طلب استعفای وزیر عدلیه پاکستان زاهید حمید روزهای اخیر خشونت‌بار شد. اسلامی ها راهی درآمد به اسلام آباد را مسدود و زد و خوردهای را تشکیل کردند که 6 نفر را کشته بر جای گذاشت و 200 نفر دیگر را مجروح کرد. آنها ادعا کردند که زاهید حمید مسئول به گفته آنها طرح قانون کفرآمیز برای وارد کردن دیگرگونی به قانون انتخابات است که اسم پیغمبر محمد را ذکر نکرد. حمید معذرت خواست و ذکر نشدن اسم پیغمبر را اشتباهی کتبی نامید. شبکه تلویزیونی دولتی روز 27 نوامبر خبر داد که زاهید حمید از نخست وزیر شاهید حاقان عباسی طلب استعفا کرده است، هرچند در این زمینه یگان اظهارات رسمی پخش نشده بود. زورآوری‌های روزهای اخیر حکومت را مجبور کرد که برای حفظ ترتیبات روز 25 نوامبر در اسلام آباد نیروهای نظامی را مستقر کند.